سلام، چطور مجان دارم؟ هر چی کسی را دارید این ویدیو رو نگاه کنید حالتون خوب باشه. به کانال من خوش اومدید و یه ویدیو دیگه از بازی جذاب GTA وی. امروز اومدیم با یه ویدیو خیلی متفاوت. امروز اومدیم بریم رمزهای کاربردی و خیلی خفن که واقعا GTA وی بدون اونا حال نمیده رو بریم بهتون نشون بدیم و قراره که کلی کیف کنید، کلی حال کنید و چند تا خیلی خفن GTA وی رو بهتون میخوام الان نشون بدم و بریم که داشته باشه. قبل رفتن لطفا این ویدیو رو باز نکنید و کانال ما رو حتما دنبال کنید و دیگه اگه از این ویدیو خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید و بزنید بریم سراغ این ویدیو. کامنت چیزی حتما زیر کامنت ها بنویسید. خب بچه‌ها، اولین رمزی که خیلی به کارتون میاد 1 9 9 9 266 و 38 رو میزنیم. اوکی، 1 9 9 9 266 و 38. وقتی که اوکی رو بزنید یه ماشین خیلی خفن سرعتی دو در براتون ظاهر میشه که واقعا پیدا کردن همچین ماشینی توی بازی خورده سخت. میتونید با این رمز به این سادگی این ماشین رو پیدا کنید. خب بریم سراغ رمز بعدی. یه رمز خیلی خفنه. من رو از این نگاه کنم بهتون بزنم که واقعا این همه رمز واقعا تو ذهن آدم نمیمونه دیگه، باید نگاه کنی از اینجا. خب بچه این رمز رو من زدم و بله یه لیموزین خیلی خفن میبینید جون، عجب لیموزین. آهنگش هم خوب بود. بله خیلی لیموزین خفنی بچه این لیموزین توی بازی نیستش، نگردید نیست، فقط با رمز میاد. خیلی هم خفنه، خدا وکیلی خیلی خفنه. به اسپورت بسیار مرسی گل بزنید. خب این بود از رمز دوممون و بریم رمز بعدی رو براتون بیاریم. خب بچه رمز بعدی، خب بچه میریم به سراغ رمز بعدی. رمز بعدی خیلی رمز خفنیه و بریم بزنیم 1 9 9 9 866 587. این رمز رو میزنیم. خب شما که میگید حالا هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچی ظاهر نشد و اینجا رو نگاه کنید. یه کالکشن از کلی اسلحه ها به شما میده و قشنگ میتونید بیان اینجا خیلی خفن اونایی که از سربارا میتونن شورش در شهر کنن. آرپیجی هم میده حتی بهتون. اوشه چه خفنیه. خب چه رمز بعدی خیلی رمز خفنیه. بریم که داشته باشیم رمز بعدی رو. رمز بعدی نامیرایی به مدت 5 دقیقه است یا همون جون بی‌نهایت که من اکثرا میزنم. من کدش رو بلدم ولی منظور کلمش رو بلدم. اینجا بگم بهتون 1 9 9 9 724 و 654 55 30. خب اوکی، پلیسا بیان که دهنتون صافه. خب این از 5 دقیقه جون بی‌نهایت. الان پلیس هر چقدر به من بزنه هیچی نمیشه. 5 دقیقه نامیرایی دارم. اوکی نمیمیدم تو 5 دقیقه هیچی، هر بلایی سرم بیاد نمیمیدم. یعنی حتی آرپیجرم بزنم زیر پام نمیمیدم، هیچی نمیشه. خیلی رمز خفنیه بچه ها. پس رمزش شد 1 9 9 9 724 654 55 37.
بچه سروش در شهرم گذاشتم تو کانال، میتونی برید نگاه کن. البته من خیلی وقت پیشه سروش در شهرمون. آره خب بچه بریم سراغ یه رمز خیلی خفن و آخرین رمزی که میتونیم داشته باشیم توی این لیست. بریم که داشته باشیم بچه. این رمزش کار نمیکنه، پس بریم که این کدشه. منظور چیت کدش رو بهت بگم، شماره نیستش. این بریم که چیت کدشون رو بهت بگم و HIGHEX. اوکی بزنیم چیکار میکنه. آها بچه این چیت کدش کار میکنه و میبینید که هر تفنگی بزن شما میتونید حتی با یه کلت کل شهر رو آقا یه دونه میزنید میتره کنه. میبینید خیلی خفنه این رمز. برو گم شد. ای بابا هلیکوپتر بیا لانجلو دهن. بچه برای اینکه این رمز خیلی بهتره کار کنه میتونم از SMG استفاده، چون SMG تیر زودتر میزنه. میتونیم برید از SMG استفاده. برای من یه بامیجه میفرستیدم ای نرسید آها خب بچه این بود از این رمزای. حالا بذار من حساب بزنم. این بود از پارت 1 رمزای خیلی خفن توی بازی GTA 5-6 تا رمز گفتم، ولی خب خیلی خفن بودن این رمزا. اگه خواستی پارت 2 رو بزن حتما این ویدیو رو لایک کنید، زختم بنویسید توی کامنت ها و حتما این ویدیو رو بچه حتما این ویدیو رو بازنشر کنید. ویدیو قبلی هم میتونید برید بازنشر کنید، اون 3 نقطه بزنید و علامت و کلمه بازنشر رو بزنید و افزودن به کانال خود بزنید و خیلی حمایت خیلی بزرگی از من میکنید و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا ویدیو بعدی و یوم بعدی فعلا میبینمتون.